بچه‌ها سلام، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه کانال متین فان. آقا یه ویدیو براتون آوردم بوم. حقیقت من چند روزی مریض بودم و گلاب به روتون یوبوست گرفته بودم. همین که این کلیپا اومد توی اکسپلورم 100% تضمینی بهتون بگم یوبوستتون برطرف میشه. آقا بی معطلی بریم سراغ ادامه ویدیو. خب بچه‌ها خیلی خوش اومدید به ادامه ویدیو. قبل اینکه ما بریم کلیپا رو ببینید حتما چند ثانیه، یک ثانیه وقت بذارید این بیلاخ زیر ویدیو رو فشار بدید. خیلی یعنی بهم انرژی میده، واقعا بهم انگیزه برای ادامه کار میده. اگر هم که خیلی حال کردید میتونید روی دکمه سابسکرایب این زیر ویدیو فشار بدید تا رنگ قرمز به رنگ خاکستری تغییر رنگ بده. بریم سراغ اولی کلیپ ببینیم که چیه. واقعا کلیپ های پر محتواییه. این اولیش. این الان گوسفنده. سلام دوست عزیز، یه سوال از گوسفندتون داشتم. چه چیزی باعث شده از گرگ بترسی و سگ را همچون خانواده خود ببینی؟ واقعا آجی داره میخوره. در این گوسفند حرف بزنه؟ نه دانشگاه هم رفتین، یارانه هم میگیرین. بدون باش از لحاظ محتوایی که کاملا خیالاتون رو راحت کنم، خیلی محتوای بالایی داره. حالا در ادامه قشنگتر هم میشه. دافولیا میان، دافولیا. وای گرگ اومد و گرگ اومد. کدوم؟ بله گرگ. داف الان دافه. یه مهد کودک فرار کرده به خدا. این 13 سالش بشه. لوله 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 آی دختر سیاه قد کتوله. الان چی شد؟ اولا که زالت مثل بافت جورنالیه. اوف چه با حس. میشه نری؟ نه بازم آدم. What the fuck؟ میشه نری؟ نه باز مادم. یعنی رید به اون یا گل به خودی زد. اما چه زبونی داشت دیدی؟ کندم تو هم. میخواستن من اذیت کنن این حالا. اوف دافه برگشت. جونم. شما دیشب تماس گرفته بودین؟ شمارتون افتاده بود رو گوشی. گوشی هم داره این بچه. به خودم همسن این بودم قایق کاغذی درست میکردم مینداختم تو آب بعد دنبالش میرفتم. همونطور که دنبالش میرفتم میدیدم 10 کیلومتر خونه‌مون دور شدم، بعدش هم گم میشدم. بعد اینا مثلا الان ضایع شدن با این حرکت. یه عجب دوافی بود خدا وکیلی. خب این همون دافه است. چه دافی به به. خب با موتور اومدن و این چه ماسک اینجوری زده اسکل. میخوان مخشو بزنن. خانم خوشگله، دیدن چشات برام مشکله. مشکل داری؟ مشکل گاشه اول بعد ریز پیزت خیلی زبون داری یا فلفل نبید چه ریزه، بشکن ببین چه تیزه. مشاعره است. ترسیدم. اگه تو فلفلی من عاشقم فلفل بقلم. دیگه چه خبر؟ سلامتی داری زن. برای ولنتاین یه کادو برات بگیرم. دختره کیه دیگه؟ علومه جالیز. من اصلا از تو توقعی ندارم. توقع این ولنتاین این پسر دوست دختر داره. من حنا حسین حنا. به تخمم. الو جونم. رفیقش چی میگه نزد مجسمه وایساده. من میرم خونه. رفتی رست خونه اتازم. اوه مخشو دارم میزنن. مخ دخترها رو دارم میزنن. رفیقامو نگاه. اوه رفیقاشن که مخشو زدن. وای وای. میگه که آقا شاه دوماد رفیق فابمه که همون که براش جون میدادمه که برین حلالت. اینا چرا همش اهل شعر و سرود و اینا؟ الحق که واقعا شیرازی هم. مهد شعر و آهوها اومدن. آهوها حسین وایستا. دستتو بنداز. اوف برو باش خوش باش. وایستا. تولدت بود و واسه تولدت می‌خواستیم سورپرایز کنیم. باغبونه رو بنده. وا
وای یه لحظه وایسا الان درستش قضاوت بیجا کرد. وای الو الو مهران جونم کاکو مهران What the fuck. آجی چرا من هر چقدر سعی میکنم جدی باشم نخندم نمیتونم. الان نقش این دختره چی بود؟ نقش این دختره تو کلیپ چی بود؟ من نفهمیدم. اگه میشه یکی تو کامنت برام بنویسه که یعنی سناریو نویسه این کلیپ ها رو باید با اسقر فرهادی بفرستی اون رو فرش قرمز لامصب 200 مقام و پست میاره. داداش یه لحظه. الو شده واقعا نمی وای عاشق یعنی حس گرفتنشم لامصب چه حسی گرفت. میگم تو واقعا در مورد من این حرفا رو زدی؟ چی گفتم به واقعا برات متاسفم. اوف الان اینا تصادف میکنه. اوه 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 یا ابوالفضل این بوقی که گذاشته بودن روی این کلیپ معادل بود 70 تا تریلی. این بوق 70 تا تریلی بود فکر کنم. پسره باید چرخ گوشتش اونور میزد بیرون. ولی خیلی اینجا رو زمین قشنگ افتاد. فکر کنم بدل کار گرفتن. نمیدونم واقعا شبیه خودش یا نه. اوف اوف کال آف دیوتیه. خب مرد ریق رحمت و سر کشید. درسته که رفتی رفیق شاید برات بهترین نبودم ولی اینو بدون تو بهترین رفیقی بودی که داشتم. Woof! Oh my god! Oh my Jesus Christ! Yo ابوالفضل Jesus Christ! اوه داف جدید داف جدید. جدی باش داف. اما خانم من گم شدم شما اینجا رو بلد نیستی؟ نه آقا من خودم هم بچه اینجا نیستم. چه اشوه‌ای. خانم چه دندونه سفیدی شما از چه خمیر دندونی استفاده میکنی؟ لمینت عزیزم. واو سپاس. چرا اینقدر آهنگش بلنده؟ گوشم کر شد. وات چقدر دارخونه سیار زیاد شده. اینجا الان داروخونه است؟ مگه مجبورید؟ میگم سیناریو نویس واقعا خرج و جست کارگردانه و تهیه کننده و اینا میذاره. نباشید خمیر دندون لمینت دارین؟ یک لحظه من ریدم تو اون داروخونه که تو فهمیدی. یعنی ادیتور رو نمیدونم کی یاد اینا داده که مثلا یه جمله شعر میگن بعد صفحه مثلا رنگش عوض میشه یا آهنگ دوبس دوبسی هم میذارن روش. نتیجهتون بچه خواهشان توی کامنت ها برام بنویسید نتیجهتون از این کلیپ چی بود؟ به چه نتیجه ای رسیدید؟ محصول فکر کنم یه روز وقت گذاشتن روی این کلیپشون چی بود؟ یعنی دختره مثلا What the fuck؟ تو دختری؟ کثافت آشغال این چه حرفیه؟ خب معلومه که دخترم. میشه تست کنم ببینم چی هستی؟ باشه ولی این دوتا خرسا برام. عزیز امید چه حرفیه؟ دوتاش برای خودت تازه برات نوشابه میخرم وازلینم میخرم. کاکو تا خودمون لا ندادم میخواستم یه حقیقتی رو بهت بگم. راستیاتش من پسرم اینجا تاکسی گیرم نمیاد مجبور شدم به این شکل در بیارم خودمو. امو چلگون قیافت که پسره ولی خب چی میگه؟ ای یه دقیقه وایسا. ماما رو میگه. به به تاکسی گیرش نمیومده شبیه خودش رو شبیه دختره کرده. دست خوش امو چه کاری که شما نمیکنین خدا وکیلی. دست خوش. کاکو خود چی کار کنم عقل مردم تو چششون. اوف چه نتیجه گیری. بیا بالا حالا برسوند بیا بالا. اوف عجب کلیپ جذابی بود. واقعا نمیدونم اینا چجور فالوور جذب میکنن. بریم سراغ کلیپ بعدی. 2000 years later. بچه ها من این قسمتش رو کات کردم نزدیک 20 ثانیه فقط آهنگ اولش. خوبه. آره من برم یه زنگ به داداشم بزنم بیام. اوه داداش داره مخ کی هم زده. جناب جونم. این ماشین مال شماست میشه جابجاش کنین؟ آره مال منه.
خب تنها شد پسره. الو الو این گوشی پسر است که جا گذاشت. گفت بیا ماشینتو جابجا کن، گوشیشو گذاشتیم بغل، حالا این برداشت گوشیشو. میگم حسین شک کرده، تو رو خدا حواست باشه جلوش توتی ندیا. ای دختره خائن. کجا؟ خیلی بی وجودی، بهت گفته بودم خط قرمزم. اوف. چقدر دوستش دارم. آخه تو دیگه چرا؟ مگه رفیقم نبودی؟ حسین یه لحظه وایسا. هیچی نگو، نمیخوام هیچ چیز کنم. تا الان هم میبینید با این بی وجود پر خون نکردم به خاطر توی بیشور. بریم خوش باشی. ای خائن بدبخت، خاک تو سرت. 40 ثانیه آخرش هم که آهنگ باز دوباره، مثلا یاد خاطرات قدیمی. آقا عجب کلیپای خفنی دیدیم. واقعا زندگی من به قبل و بعد دیدن این کلیپا تقسیم میشه. واقعا کلیپای از حق نگذریم واقعا مزخرفی بود. حالا شخصیت خود آدمای توی ویدیو رو من نمیدونم و راجعشون هم قضاوت نمیکنم، ولی واقعا محتوای کس و شعری بود. من حالم به هم خورد، اسهال شدم. بعد اینکه نمیدونم واقعا چجور بعضیا میان بالا توی این اینستاگرام. حتی کلیپای پارکی اینا برای خیلی وقت پیشه. کلیپای پارکی اون موقع مد بود، الان رو نمیدونم، الان دیگه همه دافولی میارن تو پیجشون. تا وقتی که دختر نیاری بیون نمیخوری. خب مسلما اینام که مهد کودکی رو جور کرده بودن، مخشو زده بودن، گفته بودن که بیاد توی کلیپا. خلاصه که مرسی که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. لایک کنید، سابسکرایب کنید. دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی بدرود. 2 تا ویدیو هم الان بهتون پیشنهاد داده میشه، اونها رو هم ببینید.